برادرای عزیز، جوانایی که امروز در پیش من چند مکتوبه های وجود دارد که جوانایی که امروز هم نماز میخوانین و هم زنا میکنین، از خدا بترسید. باور کنین ظاهرای حدیث، در حدیث هایی که میخوانیم که حتی که شخصی که زنا میکند اون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن خرج منه الایمان، ایمانش در وجودش نیست دیگر. در حالتی که تو بالای زنا هستی یا زمانی که تو را در ماشین خود سوار کردگی، الک یقین دان که در همون حالت ایمان در وجود تو نیست. میگوید که ذلتی در مشکات هم میاد این حدیث، بالای سرش میگد همون ایمانش مثل سایه میستد. فاذا رجع من ذلك العمل رجع الیه. اگر همین جوان بعد شنیدن این قصه ها و این خدا ترسی ها اگر اصلاح شود و به سوی پروردگارش از زیناهای میکردگیش یا در حالت زیناش از پروردگارش ترسد و رجوع به سوی خداوند کند، ایمان در وجود او داخل می شود. و الا اگر نیتش همین باشد که زنا را تا وقتی که از پا نزنم بس نمیکنم و در برابرش نماز خواند، نمازش هم در نزد خدا قبول نیست. این نماز هم در نزد خدا قدر و قیمت ندارد. خداوند در قرآن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقربوا الزنا انه فاحشة وساء سبیلا. پروردگار میگوید ای بندگان من به زنا نزدیک نشوید، زیرا زنا بسیار کاری بد است و چی یک بد راهی هست. ما و شما را پروردگار میگوید نزدیک بر زنا نشوید. اسلام آن عملهایی که انسان به زنا آورده میرساند حتی همونها را مسدود میکند، مثل نظر کردن. شاعر عرب میگوید کل الحوادث مبدأها من النظر، کل حوادث مبدأها من النظر و معظم النار من مستصغر الشرر. شاعر عرب میگوید که این یوسف قرضاوی هم در باب زنا کتاب حلال حرامش یادش میکند، میگوید همه حادثه هایی که جوانها در زنا مبتلا میشوند اولش از نظر کردن سر میشود. اولش از نظری که ما و شما به سوی آن زنهایی که بیگانه هستن برای ما نظر میکنیم، اولی میگد شروع زنا از همین است. و حضرت یک تشبیه آوردن که و معظم النار من مستصغر شرر. و ببینید میگن همین آتشی که خیلی کلان میشود اولی پیدایشش میگوید از یک ذره‌چه آتش است. ببین ما و شما همون گوگرچویی که در میدهیم اولش اگر نظر کنیم یک خورده کک است، لیکن وقتی آتش میزنیم میدانها را همه را آتش میگیرد. اولش از چی بود؟ از آتش خرد بود. همین زنای کلانی که خیلی گناهی وزنین است اولش از چی سر می شود؟ از نظر کردن است. خدا رحمت کند دیگر شاعر عرب هم می گفت است نظرتون فابتسامتون فسلام و کلام فموعد فلقا. بین میگوید اول شروع از زنا از نظر سر می شود. فابتسامتون بعد نظر که کردی میگد دویومش میگد پیدا میشه، این تبسم است. وقتی نظر کردی به سوی همون زنی که برای تو حرام است با او صحبت کردن، با او سلام کردن، با او نظر کردن، وقتی تو نظر که کردی بر او، شیطان چیکار میکنه؟ در وجود تو وسواس بیدار کردن میگیرد. نظر که کردی میگه دویوم فابتسامتون، البته تبسم پیدا میشود، یک دیگر که تبسم میکنین. فسلامون سو میگد الکه با دست به دست سلام میکنین. فکلامون الکه شما گپ زدن الکه شروع میکنین، با یکدیگر صحبت کردن میگین. فموعیدون پنجم شاعر میگد الکه شما جای وعده را، جای خلوتی را برای خودتان اعلان میکنین. فلقا ششمش الکه شما از زنا مبتلا میشوید. رسول اکرم حضرت علی را گفتن لا تتبع نظرت نظرت فإن لك الاولى وليس لك الاخر. علی گفتن
یک بار نظری که تو به زن نامحرم میکنی وای برای تو گناه نیست، لیکن دویم نظری که تو علکه میکنی این چی هست؟ این به ضرر تو حل میشود. برادرای عزیز، امروز اگر چنده که بعضی تاجیکان ما و شما لباس ملی خودشان هم پرتافته باشند، بعضی تاجیکان ما و شما هم امروز اگر شناخته نشود که این تاجیک است یا غیر تاجیک، امروز همون لباس هایی که ما و شما داشتیم اون لباس ها را پرتافتند، گویم آب و روی تاجیک ما و شما را ریزانیدن، شما با این گونه زنها نظر نکنید که از نظر کردن علیه شروع می شود. اما زنا هم از همین لباس های نادرسته که امروز زنها و خواهرهای ما و شما می پوشند انا همین است. وای برای چی اینقدر لباس تنگ را می پوشد که تمام وجودش در بیرون نمایان است؟ تمام وجودش. وای برای مست کردن جوان هاست، وای برای شما را بیدار کردن است. اگر باور کنین عادی کرده گویم همین خیل زن برابر دیدن، اگر مرده نباشی شهوتت کشاده می شود. می بینی زنه همه نمایان است، انسان در حال شهوت کشاده می شود، زیرا شیطان هم وسواس میکند شما را. وقتی شما در دست که به این میزنید که مثل شیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف الله رب العالمین. حضرت خداوند یاد میکند که مثال شیطان که برای شما میگوید کافر شو، زنا کن، عرق نوش، هر کاری که امر پروردگار در اون نیست انجام ده. وقتی انجام میدهی شیطان چی میگوید؟ این بریء منک، من از تو بیزار هستم، این اخاف الله رب العالمین، من از پروردگار میترسم. این از سرچشمه هر یک زنایی که در جوانای ما و شما پیدا میشد. خیلی با احتیاط باشین. امروز خدا نگه دارد این رئیس جمهور ما و شما را، تا دیر و زمان در کدام دولتی می رفتیم اگر می گفتی تاجیکستان، باور که همین کشورهای روسیه در خدمت کردیم، تاجیکستان می گفتی وای نمی شناخت، وای می گفت تشکند می شناخت، تاجیکستان نه. لیکن امروز تاجیک ما را روی دنیا می شناسد. در تمام جا این مرد عاقل، این سرور دولت ما و شما را معرفی کردگی است که تاجیکی است. وقتی اونا می آیند این تاجیک می بینند حیرت نمیمانند که این تاجیک است یا از ملت خود ماست که لباس او را از لباس ما فرق کننده باشد. ما لباس داریم به خودمان. در اینا دادرای عزیز، برادرای عزیز، باید ما و شما سعی کوشش داشته باشیم. یک مجلس دولتی در خوجند گذشت، وقتی ما در خوجند بودم نماینده های کلان دولت در اونجا اشتراک داشتن. برای چی رفتن؟ برای که زنهای تاجیک خودشان در دولت‌های عرب برده تن فروشی میکنند. اونها را این حکومت غمخواری کرده است، قریب 500 نفر او را به تاجیکستان آوردند. باز بهر ما پیشواها سفارش دادند که در باب این مسئله بسیار صحبت کنید. شرمنده کردند مردم تاجیکا. حکومتدارای ما و شما، پیشواهای حکومت امروز غمخوار این ملت هستند. ما خودمون بعد چرا؟ ما هم که ملت تاجیکیم، چرا غم این ملت نخورید؟